زندگی شما به عنوان همسر دوک ونیز. شنلتو تم میکنی و یه ماسک نقابدار میزنی به صورته. بعد از پله های کاخ میای پایین و میزنی بیرون. توی شهر کلی آدم مثل تو لباس پوشیدن. نصف شهر دارن با ماسک و شنل توی کوچه پس کوچه ها میچرخن بدون اینکه هویت کسی معلوم باشه. با همین حالت ناشناس میری کازینوی سر کوچه و تا دلت بخواد بازی میکنی و پول به فنا میدی. خیالت هم راحته که پشت این نقاب هیچ کس همسر دوک ونیزو نمیشناسه و از قرقرای خود دوک هم در امانی. غافل از اینکه دوک ونیز خودش با ماسک و شنل بغل دستت نشسته داره بازی میکنه. اگر این زندگی ناشناس پشت نقاب و دوست داری و تا الان کلی فکر شیطانی اومده تو ذهنت، مبارکت باشه. تو آماده ای که بری قرن 18 میلادی و به عنوان همسر دوک ونیز زندگی کنی. تو این اپیزود دیگه بدبخت بیچاره نیستی که زور بزنی بری توی نمیدونم کاخ و دربار و این چیزا. از اول اونجایی. یعنی یه مجموعه عجیب و غریب از ملکه رسمی، اینفلوئنسر نقابدار و در عین حال زندانی لاکچری توی یه کاخ نمور کنار کانال. پس بزن بریم به ونیز، پایتخت ماسک، تجملات و ورشکستگی های سیاسی. سال 1735 میلادی توی یه خانواده نجیب زاده ونیزی به دنیا میاد. خونتون توی یکی از کاخهای قدیمی کنار گرند کاناله. از اون خونه‌های پینترستی هولو. ولی از بیرون هولوه. از داخل لولوه. چون برخلاف ظاهر شیک و پیک و لاکچری زندگیتون که چشم حسودا رو کور کرده، در باطن قضیه هزینه ها و مخارج الکی یه جوری بالا رفته که مغز اهالی خونه داره سوت میکشه. البته فقط خونه شما اینجوری نیست. کل ونیز اوضاعش همینه. شهر داره توی بدهی و قرض غرق میشه ولی همه دنبال عشق و حال و شوآفن. پس تو هم اصلا قصه نخور، شل کن و حالیشو ببر. عوضش قراره تو آینده نزدیک تبدیل بشی به مهمترین زن ونیز. قرار زندگیت به کل عوض بشه. از همون بچگی میفهمی زن بودن یعنی چی. توی ونیز اون دوره زنها طبق قانون تقریبا هیچ کارن ولی عملا نصف شهر رو پشت پرده دارن میچرخونن. مثل همه حرمسراها و اتفاقات تاریخی. اگه مردا میرن شورا و دادگاه یا تو بازار مشغول تجارتن، عوضش زنان توی مهمونی‌ها، کلیساها یا قایق سواری‌های وسط ونیز ورق خیلی از اتفاقا رو برمیگردونن و کلی آتیش بازی میکنن. حالا فکر کن ماسکم داشته باشن و کسی نشناستشون. چه شود؟ اولین بار که میذارم ماسک بزنی شاید 11 سالته. یه شب مامانت میاد تو اتاق یه ماسک مخملی سیاه و گرد بهت میده. میگه دخترم این ماسک اسمش مورتاست، بیا بگیرش. از این به بعد هر جا خواستی بری این ماسکو بزن رو صورتت. تو فکر میکنی چون به سن تکلیف رسیدی واسط ماسک آوردن. اینجا مامانت میگه حالا نظر شما محترمه ولی نه، این ماسک واسه اینه که بدون تشخیص هویت بتونی هر غلط، یعنی هر مثلا کاری که دوست داری و هر جا میخوای بری و این چیزا دیگه مامان جان. چون ما نجیب زاده ایم. همین جوری هم حرف پشتمون زیاده. یهو وسط مهمونی دستشویی هم بخوای بری میگم واه واه نگاش کن، خجالت هم نمیکشه، دستشوییش گرفته. دیگه با این ماسک خیالت راحته که کسی نمیشناستت. تو ماسکو از مامی میگیری و براندازش میکنی. ماسک سیاه هیچ بندی واسه انداختن دور سر نداره. به جاش یه دکمه کوچیک پشتشه که باید با دندون گاز بگیریش و نگهش داری تا رو صورتت بمونه. عجب بدبختی این داره. یعنی عملا وقتی ماسکو بزنی میری روی سایلنت مود. همینجوری که تصویر رو نداشتیم دیگه صدا رو هم داری قطع میکنی. همین سکوت اجباری خودش قدرت عجیبی بهت میده. تو یاد میگیری به جای حرف زدن با حرکت سر و یه تکون نصف نیمه به ماسک منظورتو برسونی. این آپشن اضافه بعدن قراره تو دربار ونیز بین اون همه چشم و همچشمی جونت هم نجات بده. زمستون که میشه غیور مردان و شیرزنان ونیزی فقط به ماسک بسنده نمیکنن. یه ست کامل به اسم باوتا میاد. یه ماسک سفید نوکدار به اضافه شنل مشکی و کلاه سه‌گوش. وقتی هر ننه قمر اینو میپوشه دیگه عملاً همه شبیه هم میشن. دوک، دزد، کشیش، آشپز همه با یه یونیفرم مشترک بدون اینکه قابل تشخیص باشن میان وسط. اینجوریه که اولین بار که میری دیسکو بدون اینکه بدونی با کشیش محل داری تانگو میزنی، اونم در حالی که آنون آرتیست داره واسهتون آهنگ میزنه میرقصی. اونورم چند تا جاسوس میان با دوک خوشو بش میکنن و لیاناشونو میزنن به هم. 2 تا دزد اون طرف دارن با مامورای دوک پوکر میزنن. زمونه
عجیبیه. درسته که این ماسک و مسخره بازی‌ها خطر توطئه و جرایم مختلفو توی ونیز به شدت بالا میبره، ولی چون دوک و نجیب زاده ها خودشون هم ازش واسه 1000 تا خاک برسری استفاده میکنن و کسی هم نمیتونه مچشونو بگیره، حیفشون میاد که بالکل حذفش کنن. تهش هم دیگه خیلی بهشون بر بخوره میگن مثلا تو فلان بانک که میرین ماسکاتونو بردارین که احراز هویتتون انجام شه. کلا ونیز قرن 18 جای عجیبیه، با اینکه دیگه خبری از اون امپراتوری دریایی دوران اوجش نیست، ولی هنوز تظاهر میکنه که هست. کشتی‌ها کمتر شدن و قرض‌ها بیشتر، ولی کارناوال، موسیقی، تئاتر و قمار همچنان با قدرت ادامه داره. همه انگار تو عشق و حال گیر کردن. تو رو به عنوان دختر یه خانواده اشرافی فرستادن کلی کلاس رقص و موسیقی و فرانسه و آداب معاشرت و اینجور چیزا رو یاد بگیری که پکیجت واسه یه ازدواج سیاسی خفن کامل و آماده باشه. پس چی؟ نکنه فکر کردی دختر نجیب زاده ونیزی میتونه بره دنبال عشق و عاشقی؟ نه خیر، اینجا مثل هر جا از این خبرا نیست. همه ازدواجای توی این سطح مهم انگیزه سیاسی و تجاری دارن. تو هم یه روز میبینی بابات با چند تا مرد دیگه که کلاگیسه زایه گذاشتن رو سرشون نشستن لابلای پرونده های رشوه و لابی و فساد مالی همسر آینده تو رو انتخاب کنن. بعدش هم با زدن ناپلونی بر بدن کامشون رو شیرین میکنن. به به آقا مبارک. ذره مهم نیست که 16 سالته و داماد رو تو حالا حتی از نزدیکم ندیدی. وقت زیاده، به وفور میبینیش ایشالله. مهم اینه که نجیب زاده است، اصل و نسب داره. مراسم عروسی 2 تا نجیب زاده ونیزی یه تئاتر کامله، ترکیبی از مراسم کلیسایی و نمایش قدرت سیاسی. تو با لباس مخمل سنگین همراه تور و جواهرات گرانبها از روی کانالا رد میشی و مردم توی قایقا یا روی پل‌ها تماشات میکنن. ساز میزنن و واسه دست تکون میدن. تو هم از پشت یه ماسک نیمه شفاف توی قایق طلاییتون که اسمش بوده بوچینتا، لبخندی که ماها واسش تمرین کردی رو زورکی میزنی و مطابق حرکات تعیین شده واسهشون دست تکون میدی. خب خدا رو شکر که مراسم پرزرق و برق عروسی به خوبی و خوشی اونم مطابق برنامه پیش رفت. چند سال اول عروسی خوشخوشانته. هر روز خرید تور و پارچه‌های جدید، عوض کردن هر روزه مدل مو با آخرین فشن پاریس و وین و از این جور کارا. پشت این بزک دوزکا ولی حقیقت بدجوری میخوره تو صورتت. همون اول بسم الله آقایی هر چی جهاز با خودت ورداشتی آوردی و خرج صاف و صوف کردن بدهی‌های تجارت و جنگ میکنه. فعلا اوضاع مالی مثل خونه پدری بیریخته، ولی چیزای دیگه‌ای هست که قراره با اونجا فرق داشته باشه. بعد از یه مدت کم کم یه خبر تو شهر میپیچه. شوشو داره واسه مقام دوک ونیز کاندید میشه. به به، از الان شروع شد. دوک یا دوژه رئیس رسمی جمهوری ونیزه. یه چیزی بین رئیس جمهور نمادین و پادشاه نیمه رسمی. تا مشخص شدن نتیجه باید ماسکتو سفتر بزنی رو صورتتو تا میتونی لابیگری کنی و دم این و اونو ببینی که آقایی بتونه دوک بشه. این میشه که با اکانت ناشناس میری دایرکت مقاماتو تا میتونی از انرژی زنانت در اهداف صلح‌آمیز و خیرخواهانه استفاده میکنی. میرسیم به سال 1765 و روز رأیگیری. اگه فکر کردی از این رأیگیریاست که تو مدرسه و کوچه خیابون صندوق بذارن ملت رأیشونو بندازن و تهشم 100 تا داستان از توش در بیاد، سخت در اشتباهی. انتخاب دوک ونیز اینجوریه که واسه این که اصلاً تقلب و لابی نشه اسم یه عالمه نجیب زاده رو میندازن تو صندوق. بعد به قید قرعه چند تا اسم برمیدارن و بعد رأیگیری میکنن و از بین اونا به درد نخورا رو حذف میکنن. حالا کی تشخیص میده به درد نخورن یا به درد بخور؟ الله اعلم. بعد باز باقی مونده ها رو میریزن تو صندوق و دوباره رأی گیری. عملاً مردم اینجا فقط تماشاگرن. همینجوری 600 بار این کارو تکرار میکنن تا بالاخره 40 نفر باقی میمونن و یه شورای تشکیل میدن و با رأی گیری توی شورا دوک جدید ونیز انتخاب میشه. از بخت و اقبال بلند شما و همسر گرام، بعد از این 7 خوان رستم رأیگیری نگاه ویژه که خداوند شامل حال شما شده و آقایی شده دوک جدید ونیز. از این به بعد تو دیگه فقط یه زن اشرافی نیستی، دیگه تبدیل شدی به دوگارسا، همسر رسمی دوک ونیز و بانوی اول تشریفاتی جمهوری. حالا زندگی میره روی یه مد کاملا جدید. تو ونیز یه عالمه قانون نانوشته درباره دوگارسا وجود داره. اینکه چجوری بشینی که به سفیر بر نخوره، چجوری پاشی، تا چند درجه واسه ادای احترام خمشی.
از این جور چیز میزا دیگه. اگه یه ثانیه خودتو بخارونی، سریعا پیجای تحلیل زبان بدن 100 تا تعبیر از توش در میارن. کلا شما یه بیلبورد متحرکی. هر حرکتت واسه مخاطب یه پیام داره. مثلا یه بار میخوای ناخن شست دستتو نگاه کنی، وسط جمع شستتو میگیری بالا. یهو همه میرن تو یوتیوب لایک و سابسکرایب سرازیر میکنن. حالا کجا خودت میدونی، من نمیگم. خلاصه اگه قبلا آداب معاشرت اشرافی واسط در حد یه جزوه بود، الان یک مجموعه 6 جلدی قولاساست. تازه کنار دوگارسای رسمی، شهر پر از کورتزان‌های محترم، زن‌هایی که عملاً معشوقه‌های حرفه‌ای و کاربلدن، ولی سطح فرهنگی هنریشون انقدر بالاست که اشراف اصلاً یادشون میره با اینا چی کار داشتن. میشونن ساعت‌ها با هم راجع به فلسفه، هنر، تئاتر و سیاست صحبت میکنن. دیگه تو چون مقامت خیلی بالاتر از کورتزاناست، اصلا نباید جلوشون کم بیاری. حالا که میبینی این همه ادا و اصول باید در بیاری، تصمیم میگیری حداقل یکم خوش بگذرونی و دستور میدی یه تاجگذاری خفن و پر از بریز و بپاش واسط را بندازن. که همون لحظه نماینده سنای ونیز میاد میگه متاسفم بانو، از این برنامه داستان ماستانو نچین که اینجا اصلا نداریم. پیش پای شما یه دوگارسا به اسم موروزینا موروزینی داشتیم که یه جوری بریز و بپاش تاجگذاریش پدر همه رو در آورد که ما قول دادیم دیگه نذاریم هیچ دوگارسایی اینقدر ریخت و پاش کنه. بعدش هم این کارا اصلا در شأن شما نیست. شما تو ونیز نماد پاک دامنی هستی خانوم. اگه دوک عزیز دور و برش پر از معشوقه باشه، ما هم همگی سر گوشمون بجنبه، شما باز واسه مردم یه مجسمه مقدس به نظر برسی. مثلا باید واسه کمک‌های مالی پول جمع کنی، امور خیریه راه بندازی، به یتیمخونه‌ها سر بزنی، بشینی پای بساط راهبه‌ها و یکم باهاشون خوشو بش کنی، خاندان دوکو کلاً رو سفید کنی دیگه. این میشه که مجددا میری سراغ چیت کد بازی. یعنی چی؟ یعنی همون ماسک و نقاب. بین اون همه دردسر دوگارسا بودن زیر نقاب، بالاخره میتونی واسه چند ساعت از نقش رسمیت فرار کنی و خودت باشی. هرچند بعد از این همه مدت کم کم داره یادت میره که خودی هم وجود داشته. با همه اینا نقاب باعث شده که برابری جنسیتی تو ونیز بیشتر بشه و زنا بتونن پاشونو جاهایی بذارن که واسهشون تو حالت عادی قفله. مثلا وارد تجارت مخفی میشن، خیلی جذابه. تو شبکه‌های اطلاعاتی غیر رسمی کار کنن یا بزنن تو کار صرافی. یه راه فرار درست و حسابی یا تر و تمیز. هر جور هست با همین نقاب کلی جای مختلف رو گز میکنی. یه سری میری کازینوی ریدوتو، اولین کازینوی عمومی و قانونی اروپا که اصلا خود دولت داره توش بابت قمار از ملت مالیات میگیره. بعدش میری تو کوچه خیابون میچرخی ببینی دارن پشت سر دوک و زنش چی میگن. بدبخت اونی که از شانسش وقتی داره یک کلمه از بد لباسی زن دوک میگه، تو از کنارش رد بشی. به جز ماجراهای خاله زنکی و زاغسی و چوب زدن، چیزای دیگه‌ای هم واسه شنیدن وجود داره. مثلا میفهمی که اوضاع بیرون از ونیز هم اصلا آروم نیست. جنگای مختلف، رقابت با اتریش و عثمانی، از دست رفتن دونه دونه مستعمره ها، همش یکی یکی داره روی بودجه قصر تاثیر مستقیم میذاره. تو که دیگه همه ی حساب و کتابای قصر دستته، یه جوری پول کم میاری که میبینی 3 ماه لباس جدیدی به کمد درباریت اضافه نشده، واویلا، و داری قدیمی ترا رو وصل پینه میزنی میپوشی. همه ی اینا در حالیه که باید همچنان نماد رفاه و عظمت جمهوری باقی بمونی. ای بیچاره زنای مظلوم. سال آخر قرن 18 خبرای بد یکی یکی میرسن. قدرت‌های اروپایی تصمیم میگیرن سیستم رو آپدیت کنن و دانه به دانه جمهوری‌های قدیمی رو میذارن کنار. یهو سر و کله یه بابایی به اسم ناپلئون پیدا میشه که واسه سقف طلایی تالار شورای ونیز ترم خورد نمی‌کنه. جمهوری چند صد ساله ونیز حالا تبدیل شده به یک سریال طولانی که همه منتظرن ببینن اپیزود آخرش کی میاد. البته قبلش یه لایک و سابسکرایبی میزنن. بالاخره سال 1797 میرسه. تو الان حدود 60 سالته با کمردرد و میگرن و خاطره کلی خدم و حشم که خیلی هاشون دیگه زنده نیستن. یه روز در حالی که داری نوبت آنلاین بوتاکس میگیری، خبر میرسه که شوشو بدون جنگ و خونریزی با صداقت تمام و خالصیت جهان قدرت رو واگذار کرده به فرانسوی ها و اعلام کرده که از این به بعد دیگه صفحه جمهوری فعال نیست. لطفاً پیج داداشای فرانسویمون فالو شه. اون روز که پرچم سن مارکو پایین کشیده میشه، بالکن قصر پر از آدمه. بعضیا گریه میکنن، بعضیا فقط خیره شدن.
تو از پشت توری نازک پنجره صحنه رو نگاه میکنی و به حقیقت تلخی پی میبری. اون همه زندگی که صرف تشریفات و حفظ قدرت و آبرو کردی، تو چند هفته با امضای اونم چند تا مرد ناشناس دود شد و رفت هوا. تصمیم میگیری حالا که آبرو ریزی شده ماسکتو بزنی و خیلی ریز بری قاطی مردم، ولی نماینده حکومت جدید جلوتو میگیره و میگه شرمنده، دیگه مافیا لو رفته و شهر برنده شده. ماسک و این مسخره بازی دیگه تعطیله. این واسه تو که دیگه تیر آخره. دیگه مطلقاً چیزی نیست که بخوای پشتش قایم شی. در نتیجه به زاگه ترین شکل ممکن قدرت و شکوهت باد هوا میشه و میره پی کارش. سالهای آخر عمرت رو توی یک کاخ نسبتاً خالی که در و دیوارش فقط باعث حسرتت میشه میگذرونی. کمتر کسی دیگه یادشه که تو یک زمانی نماد زیبایی یک شهر بودی. نامردا نکردن تو کتابای تاریخ حداقل تو قسمت بیشتر بدانیم 2 خط ازت یاد کنن. کلا فقط راجع به ژنرال ها و سیاستمدارا می‌نویسن. غافل از این که نصف تصمیمات مهم این مملکت رو تو و بقیه زنا پشت همون نقابا می‌گرفتی. یه شب سرد روی تختی که کم کم داره زوارش از هم در میره میفهمی بدن 75 سالت دیگه حوصله یه روز اضافه هم نداره. سعی می‌کنی از شکاف کوچیک پنجره نیمه بسته واسه آخرین بار بوی کانال نم کشیده و صدای قایق‌ها رو توی ذهنت نگه داری. آخرین چیزی که می‌بینی انعکاس یک ماسک خاک خورده توی آینه دیواریه. خوبه حداقل تو کاخ نگرت داشتن. بدین ترتیب بعدش پلکات سنگین و نفست عمیق میشه و واسه همیشه میخوابی. اینم از آخر عاقبت زندگی لاکچری لابلای کانالای ونیز. اگر از پارو زدن تو کوچه پس کوچه‌های ونیز خوشت اومد، لایک و سابسکرایب هم بزن بیاد. زنگوله هم فشار بده که اولین کامنت مثل همیشه مال خودت باشه. راستی تا این یوتیوب معرفی اپیزود به بقیه هم واسه ایرانیا بر نداشته، این اپیزودو بفرست واسه اون رفیقات که مثل خودت ماجراهای تاریخی این شکلی رو اونم با روایتای جذاب به قول خودتون دوست دارن. عجب گیری کردیم به خدا، ولش کن. تا اپیزودهای بعدی مراقب خودت و دور و بریات باش. اگه تو کانال داری پارو میزنی که بقیه اپیزودا رو هم ببینی و کیفشو ببری، مواظب باش که قایق جاهای خوبی ببرتت.